بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر خواهران عزیز به همگی که در درس عقیده امروز در اینجا حضور دارید، پروردگار رو من و شما رو از عمل کننده به این درس ها گرداند. خدا نکند که این درس های ما به جای عمل کردن نشانه کبر و غرور یا گفتیم نشانه برعکس از عمل دور شدن شود. ما در درس عقیده هستیم و دوام میدهیم نشانه های روز قیامت را. درباره بعضی از نشانه هایش تقریبا 15-16 پیشتر صحبت کرده گذشته بوده. امروز باز نشانه های کوچک روز قیامت را که مشهورترینش را انشاءالله گفته میگذاریم دوام میدهیم. یکی از نشانه های دیگری نزدیک شدن روز قیامت خواهران عزیز این ضیاع امانت است، یعنی خیانت کردن به امانت و از بین رفتن امانت داری. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در بخاری آمده است میگویند اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، وقتی امانت ها ضایع میشوند تو انتظار قیامت باش. و وقتی حضرت ابو هریره سوال میدهند که چگونه امانت ضایع میشود ای پیامبر الله، پیامبر میگویند اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، وقتی یک کار، یک مهمیت، یک مسئولیت به دوش کسی گذاشته شد که او از اهل آن نیست، پس تو انتظار روز قیامت باش. و سبحان الله من شما به این چیز شاهد هستیم چقدر مسئولان امروز هستند، چه مسئولیت دینی باشد، چه مسئولیت مادری یا پدری باشد، چه مسئولیت حاکمیت باشد که آنها اهل آن نیستند. آنها اهل آن نیستند، جای آنها آنجا نیست ولی در آنجا هستند. و در شرحش بعضی از علما میگویند زمان یک نفر را شما به مسئولیت عهده‌دار میکنید که او از اهل آن نیست وقتی جهل در بین مردم پهن شده باشد. یعنی چرا مردم برای خود مدیر یا رئیس یا سردار قرار میدهند یک انسانی جاهل را، یک انسانی ظالم را، یک انسانی احمق را، همون زمانی که مردم جاهل باشند خود، همون زمانی که مردم جاهل باشند. و وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی صاحبان مسئولیت آنهایی هستند که اهل آن مسئولیت نیستند، تو انتظار روز قیامت باش. و آن روز را من و شما امروز همگی با چشم عین شاهد هستیم که چقدر مسئولیت های بردوش انسان های هست که اهل آن نیستند. او اهل معلم بودن نیست، معلم است. او اهل مدیر بودن نیست، مدیر است. او اهل سردار بودن نیست، سردار است. او اهل قاضی بودن نیست، قاضی است. و این روز یعنی همون روز رسیده است. دویم نمود ضایع شدن امانت، به نزد کسی چیزی را میگذاری این امانت من است، به آن خیانت نکن. به نزد کسی سر اسرارت رو میگویی که این امانت من است، به دیگران نگو، آن خیانت میکند. و سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند زمان میرسد که شما یک نفر رو حتی پیدا نمیکنید که او از اهل امانت باشد و او از اهل امانت باشد. یعنی تو از پی اهل امانت میگردی و پیدا نمیکنی. و حتی نفران هم هستند، نفران هم بودند که تو او را از اهل امانت میشناختی و یک شبه او از اهل خیانت میشود. همین دیروز بود امانت داری تو بود، همین دیروز بود او صاحب سر و اسرار تی بود. یک بار پگاه میبینی به یک خائن تبدیل شده است که این هم در حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند امانت را پروردگار به قلب انسان ها نهاده است. یعنی انسان طبیعتاً فطرتاً امانت را دوست می‌دارد و از اهل امانت است. سپس این امانت داری را قرآن و سنت باز قوی تر کرده است. اما روزی میرسد که مرد خواب میکند، یک مرد امانت دار از خواب بیدار می شود که مثل یک داغ در قلبش امانت هست و بس، یعنی از امانت همه رفته است.
او از اهل خائنان گشته است، کمی امانت دارد. شب دیگر از خواب میخیزد، از آن هم کمتر، شب دیگر از آن هم کمتر. بعدا میبینه که در آن هیچ امانت وجود ندارد. و والله خواهران عزیز، اون روز امروز هست. یعنی یک نفرانی که به او خیلی اعتماد داشتیم، اهل امانت فکر میکردیم، یک باره میبینیم که کلن خیانتکار است، کلن از امانت بیخبر است، چند نفرها را به پول دنیا فروخته است و شما را هم پیش پا زده است. پس وقتی خیانتی مردم زیاد را، نزدیکان خود را، عزیزان خود را شاهد می شوید، گمان نکنید یا گفتیم اینقدر حسرت نخورید، بگویید که این حدیث پیامبر امروز رسیده است، امروز امین، فردا خائن انسان ها بیدار می شوند و پروردگار من و شما را از دنیا طور بگیرد که انسان های امانت دار باشیم، در قلب ما امانت باشد. یعنی یکی گفتیم از نشانه های نزدیکی قیامت این خیانت به امانت هاست. دیگرش قبض العلم و ظهور الجهل، قبض شدن علم، برداشته شدن علم و ظاهر شدن جهل. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در بخاری است، من اشراط الساعه ان یرفع العلم و یثبت الجهل. از نشانه های قیامت این است که علم برداشته می شود و جهل در حکم فرما می شود. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند بدانید که علم را پروردگار یک باره نمی گیرد، نه، بلکه علم را با گرفتن علما می گیرد. یعنی وقتی که علما یک پی هم از دنیا می روند، علم برداشته می شود، آن هم علمای دین. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوامش می گویند وقتی که علما و علم از بین می رود، مردم رؤوس جهال را، انسان ها یعنی سرداران جاهلان را و این چونین رئیسان جاهل را، امامان جاهل را، آنهایی که از علم شریعت، از جنت و دوزخ خبر ندارند، برای خود امام میگیرند، از آنها میپرسند و از آنها فتوا میگیرند و آنها باشد فتوا میدهند و فضلوا و اضلوا، خودشان هم گمراه میشوند و دیگران را هم گمراه میکنند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میگویند علم برداشته میشود و ینقص العمل، و عمل کم میشود. بعضی از علما میگویند برداشته شدن علم، برداشته شدن علمای حقیقی هست. زمانی میرسد که تو یک عالم حقیقی را پیدا نمیکنی که هر چی که در قرآن است آن را بگوید، هر چی که در سنت هست آن را بگوید، هر چی که وظیفه او هست، امر به معروف نهی از منکر، آن را بکند. کار میکند برای عرض دنیا، برای نعمت های دنیا، برای زندگی دروزه دنیا. کم شدن علمای حقیقی، کم شدن علمای حقگو، آنهایی که آنچه که باید برسانند مسئولیتشان هست که رسانند، نمی رسانند، انتظر ساعه، دیگر تو انتظار روز قیامت باش. و این هم، این چیز هم، یعنی کم شدن علمای حقیقی، آنهایی که به خاطر رسانیدن حق از همه چیز بگذرند، از حق خود، از مال خود، از وطن خود، از فرزند خود، و بگویند من میراثگیر پیامبرم و پیامبر صلی الله علیه و سلم همه چیز را در راه دین قربانی کردند تا که برسانند. امروز چند تا ما پیدا میکنه هستن، خیلی زیاد هستن، آنهایی که میگن ما از اهل دین هستیم، اما دین حقیقی را، آنی که خداوند میفرماید و پیامبر میفرماید میرساند، کی هست؟ در کجا هست؟ چند نفر است؟ خیلی کم هستند. و کم شدن علمای حقیقی، رفتن علم از، یعنی علم حقیقی، علم قرآن و سنت، علم رویش پیامبر از بین مردم، این نشانه چی است؟ قیامت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و حتی که لینزعن القرآن من بین اظهرکم، حتی قرآن هم از بین شما کشیده می شود.
در صحیفه ها قرآن نمیماند، در قلب ها حتی قرآن نمیماند. یعنی وقتی روز قیامت نزدیک می شود بدانید که حتی قرآن هم برداشته می شود. قرآن هایی که در قلب مؤمنان هست، قرآن هایی که حفظ کرده شد، آن هم فراموش می شود و می بینید که دیگر روز قیامت فرا رسیده است و نزدیک شده است. و اگرچه مجلس های علمی یا مجلس های قرآن و سنت، مجلس های سیره پیامبر، مجلس های دینی رو میبینی و میگوی نه هنوز به قیامت هست، ولی از طرف دیگر میبینی مجلس ها هم آمیخته مقصد های دنیوی گشتن. علما هم، طالب علمان هم، آنهایی که در حقیقت با علمش آخرت رو میخواهد خیلی کم است. آنهایی که با علم خود رضایت الله را میخواهند خیلی کم هستند. دیگر میگویی این هم دیگر نشانه های قیامت است. پس یکی رفتن امانت بود، دیگر رفتن علم بود. اکنون به سومی نگاه کنید. کثرت الشرطی و اعوان الظلمه، زیاد شدن شرطی ها. شرطی گفته در زبان عربی ملیسه ها رو میگویند و این چونین کمک رسان های ظالمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یکون فی هذه الامه فی آخر الزمان رجال، در این امت در آخر زمان مردهای میشوند، مردهای پیدا میشوند که انهم معهم سیات، در دستهای آنها سیات هست. سیات گفته چوب دست را میگویند. که انها اذناب البقر، مثل دم گاو هست. یغدون فی سخط الله و یروحون فی غضبه، پگاهی روز از خانه وقتی به کار می روند در غضب الله می روند، وقتی به خانه می آیند در غضب الله می آیند. و نگاه کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یکون فی هذه الامه، انا در همین امت، در خود داخل مسلمان ها یک گروه می شوند، آن هم مردهای می شوند که در دست چی دارند؟ چوب دست ها. در دست دوبینکه یا چوب دست های دارند که برای اذیت و عذاب دادن مسلمان ها هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند اینها هم رفتشان از خانه هم آمدن آنها به خانه در غضب الله هست، یعنی اینها غضب شدگان الله هستند. در روایت دیگر آمده است پیامبر در مسند امام احمد است حدیث، در روایت دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فایاک ان تکون من بطانتهم، بر حذر باش که از دوستان آنها نباشی، همراه آنها نباشی، همراه آنهایی که در دست چوب دست دارند، کار آنها اذیت مسلمان ها هست. در دوامش حدیث دیگر است عیناً در صحیح مسلم که پیامبر میگویند دو گروه از امتم است، من حال آنها رو ندیدم. یک گروه آنها همان مردهایی هستند که مردم رو یا مسلمان ها رو با چوب دست ها میزنند، کار آنها زدن و شلاق زدن مسلمان ها هست، کار آنها. و اینجا امام نووی هم میگویند آنها همان ملیسه های دور ما هستند که جوان ها را میزنند یا مسلمان ها را میزنند. در حدیث دیگر آمده است خواهران عزیز، حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر میگویند این طالت بک مدت، به ابو هریره میگویند او شکت ان ترى قوما یغدون فی سخط الله و یروحون فی لعنته فی ایدیهم مثل اذناب البقر. اگر عمرت دراز شود نزدیک است که تو ببینی قومی را که پگاهی روز از خانه میبرایند در غضب الله، گرفتار هستند به غضب الله، برمیگردند در لعنت الله، در دستهایشان چوب دستهای هست. و امروزه روز رسیده است که از این گونه عملها بعضی ها حتی فخر میکنند، بعضی ها لعنت میکنند، ببخشید لعنت میکردگی ها هم بعضی ها خیلی زیاد هستند، اما فخر میکرده ها هم هستند. ای فلانی خیش من، ای فلانی فرزندی من، فلانی عمه من، پسری عمکی من، که او چی هست؟ ملیسه است. خواهران عزیز، ملیسه بودن اگر مقصدی تو،
اگر مقصد تو اصلاح جامعه باشد، دزد را دستگیر کردن باشد، ریباخور را دستگیر کردن باشد، زیناگر را دستگیر کردن باشد، جزا دادن جنایتکاران حقیقی باشد، خوش به حالت تو از دنیا فساد را میبری. تو اصلاح کننده زمین هستی، خوش به حالت اگر کاری تو، نیتی تو اصلاح کردن مردم باشد، اصلاح کردن سرزمینت باشد، اصلاح کردن جامعه باشد. اما آنهایی که پیامبر گفتن اینها لعنت شده الله هستند، اینها در غضب الله هستند، این همانهایی هستند که نیت اینها، هدف اینها، کار اینها اذیت مسلمان ها هست، اذیت انسان‌های صالح هست، پشت پنجره کردن انسان‌های هست که از پی دینشان هستند، از پی حقشان هستند. اما آنهایی که خطاکار و در حقیقت جنایتکار هستند، آنها آزاد هستند. اکنون بدانید که چقدر انسان‌ها امروز لعنت شده الله هستند، چی در داخل کشور ما، چی در دیگر کشورهای مسلمان. پیامبر گفتن از همین امت میشوند این گونه انسان‌ها، از همین امت من میشوند این گونه انسان هایی که صبح و شام در لعنت الله هستند. نه نان اینها حلال است، نه فرزند اینها حلال است. و میبینید وعده الله است در همین دنیا هم مرگ اینها مرگ حرام است، اینها حلال نمیمیرند. آنهایی که زندگیشان، نانشان از پی اذیت مسلمان ها هست. هر کسی که نانی میخورده گید با اذیت دادن مسلمان است، با اذیت دادن مادر مسلمان است، بدان که نانت هم حرام است، مرگت هم حلال است. یعنی در همین دنیا اینها رو برعکس است. ببینید برعکس است که بجای اینکه از پی جنایتگار گردد، از پی مسلمان میگردد، از پی آنی که ستر دارد، از پی آنی که از پی نان حلال میگردد، از پی آنی که سر به سجده مینهد. و پیامبر میگن اینها دستشون خالی نیست، برای اذیت مردم در دست چوب دست دارن که با آن میزنن، با آن مسلمان ها را میزنند. اینها لعنت شده و در غضب گرفتارند. و زنهار که وقت فرزند خود را به خانه میکنید، دختر خود را به خانه میکنید، بدانید که یکی به یگان لعنت شده فرزند خود را عروس نکنید، به یگان لعنت شده فرزند خود را یا با یگان عائله لعنت شده فرزند خود را داماد نکنید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شما از دوستان اینها نباشید، به اینها نزدیکی نکنید، با اینها دوستی نکنید. و امروز میبینیم که چقدر زیاد هستند. سبحان الله، پیامبر میگن من اینها رو هنوز ندیدم، ولی ابو هریره اگر عمرت دراز باشد تو میبینی. و من و شما امروز اینها رو زیاد میبینیم و خوشا که من و شما فهمیدیم که پیامبر برای اینها چی مژده دادن، مژده لعنت شدن در صبح و در شام، پگاهی روزی و بیگاهی روزی. نان میگرفتگیش خیلی گفتم از نزد خودمون، از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینها کلا در غضب الله هستند. در این سیوم بود، یعنی سیوم نشانه قیامت که در حدیثی که در صحیح مسلم و در مسند امام احمد است. چهارمش پیامبر میگن انتشار زنا، پهن شدن زناگری، پهن شدن زناکاری. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیحین است، میگویند من اشراط الساعه و در دوامش و یظهر الزنا، از نشانه های قیامت آشکار شدن زنا هست و فاحشه در بین مردم آشکار می شود. و این روز هم هست امروز. یعنی زینایی که در شریعت حرام است، نام آن را تبدیل دادن به عشق و عاشقی، به معشوقه بازی، به زیناگری بودن نیست. و هزار و یک درد که چی مردها چی زنها گرفتار می شوند، آن هم چی هست؟ به سبب همین زنا. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر، از امت من قوم پیدا میشوند که آنها زنا را حلال میکنند برای خود و حریر را یعنی شالک را، ابریشم را. و حتی زمان می شود که زنا اونقدر آشکار می شود که چگونه که حیوان به حیوان آمیخته می شود، همین گونه شما می بینید. و در حقیقت زنا خیلی پهن شده ایستاده است و کسی نیست که پیش راهی این را بگیرد. کسی از پی زناگران نیست، کسی از پی این بیماری، این خباثت، این بی‌آبرویی نیست. و چه خیلی گفتم، همه از پی اصلاح مسلمان ها هست. چیزی دیگر انتشار ربا، یعنی
نشانه های دیگری روز قیامت پهن شدن پرسنت خوردن ریبا می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پیش و پیش روز قیامت یظهر ریبا اونقدر ظهور میکند، اونقدر نمایان میشود که در حدیث دیگر میگویند زمان می آید که مردم از کجا مال خورده ایستادند، درآمد آنها از کجا است، از حلال است یا از حرام است پروا ندارند. و در حقیقت همین روز آمده است. بانک ها تقریبا بانکی که بی پرسنت باشد، بی ریبا باشد وجود ندارد. و وای که صاحب خانه می شوم گویان به کردیت دست نزده ها خیلی کم هستند. اونهایی که میگویند من به جای اجاره دادن ایپوتک میگیرم کم نیستند. ایپوتک خودش 100% ریبا هست، کردیت 100% ریبا هست. یعنی از 100 شما 1% یا 1% هم نمیتوانید دلیل پیدا کنید که ایپوتک یا که کردیت ریبا نباشد. و عجیب است که این رو حلال میکرده ها هم هستند. به خداوندی که ریبا رو حرام کرد، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه گفت، یا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله گفت. به این الله چگونه روبرو میشده باشند اونهایی که میگن نه این چیزی نیست، به جای اجاره دادن ایپوتک میدیم، یعنی به خاطر اجاره تو یک حرام باید حلال شود. و همون ظهور ریبا که امروز با پیدا شدن بانک ها و حیله های بانکی مثل کردیت و مثل ایپوتک، این چی است؟ این خودش نزدیک شوی روز قیامت می باشد. و درباره ریبا من پیشتر صحبت کرده بودم. اونهایی که هیچ نترسیده، پروای نکرده میگوید چی مشکلی دارد ایپوتک، چی مشکلی دارد کردیت، آخر ما صاحب خانه میشویم. خانه‌ای که در جنت انتظار شما هست، خانه‌ای که آرامش شما هست، قبر شما، آن را شما ولنگار کرده ایستادید. به خاطر چند سال، خصوصا خواهرانی که الکی سن سالتان به 30 و 40 رسید، چند سال دیگر عمر میبینیم که به این حرام کرده الله دست بزنیم. به خاطر فرزند که روز قیامت دستگیر من و شما نیست. به خاطر اینکه مردم نگویند که این خانه و در ندارد، مردم که در قبر کمک رسان ما نیستند. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی، حتی پدر و مادر ما رو ترک میکند آن روز. از الله بترسید. فذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. میگوید الله اگر مؤمن باشی ربا رو ترک کن، پرسنت خوردن رو ترک کن. یقین بدان هر کسی که به خاطر الله به کردیت و به ایپوتک دست نمیزند، پروردگار از جای برای او خانه و در نصیب میکند که فکر هم نمیکرد. اما برعکس آنهایی که گفتن نه ما اجاره نمیدیم، تصور کنید یعنی عقلانی داخل میشوند. چند نفرشون رو خودتون هم شاهد هستید یا شاهد هستیم که آرامش قلبی رو کلا از دست دادن. گفتیم ظهور ریبا هم یکی از نشانه های قیامت است. پس از بین رفتن حیا و عموما به زنا دست زدن زن و مرد که این رو من و شما شاهد هستیم، نترسیده به ریبا دست زدن، این رو من و شما شاهد هستیم. زیاد شدن ملیسه هایی که از پی اذیت مسلمان ها هستند، من و شما شاهد هستیم. زیاد شدن جاهلان و مسئولانی که اهل مسئولیت نیستند، به این من و شما شاهد هستیم. و این چنین از بین رفتن شخصان امانتدار، به این هم من و شما شاهد هستیم که سبحان الله قریب این همه نشانه ها در زمان من و شما هست، مگر خیلی غریبان قلیل و اندک هم هستند که هم اهل امانت هستند، هم اهل علم هستند، هم دور از این حرام کرده ها هستند. یکی از نشانه های دیگر قیامت ظهور المعازف و استحلالها، پهن شدن، ظاهر شدن موسیقی و استحلالها و حلال کردن آن. حدیث در ابن ماجه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از سهل ابن سعد: سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ. قیل و متى ذلك یا رسول الله؟ قال اذا ظهرت المعازف والقینات. سبحان الله. پیامبر میگویند در آخر زمان زمین لرزه زیاد می شود، زمین در می کشد مردم را،
و قذف و از آسمان سنگ میبارد و مسخ و انسان ها به حیوان تبدیل میشوند. انسان به حیوان تبدیل میشود. انسان هایی که در حقیقت حیوان صفت تولد میشوند یا قومی که اونها از حیوان فرق ندارند. و پیامبر گفته میشود این کی میشود ای پیامبر الله؟ پیامبر میگویند وقتی که موسیقی، آلت های موسیقی و این چونین رقاصه ها زیاد شدن. سبحان الله. امروز ببینید ما چقدر سراینده داریم، چقدر رقاصه داریم، چقدر پول های چی تاجران، چی ثروتمندان، چی مردکاران به گوش این حرامخورها می رود. هر کسی که رقاصگی میکند وای 100% حرامخور است. هر کسی که سراینده هست وای 100% حرامخور است. نانش حرام است، کارش حرام است. و پیامبر میگن وقتی در شما اینها زیاد شدن، رقاصه ها زیاد شدن، سراینده ها زیاد شدن، یا این سه بلا رو انتظار باشید. خسف و مسخ، سبحان الله، در کشیدن زمین، بارشی سنگ ها و تبدیل شدن به حیوان. از این میبراید که این همه بی‌برکتی در حقیقت قلب های مثل قلب های حیوان بیشعوری تو میرود زیاد شده ایستاده است. اما از این طرف ببینید اگر 10 نفر باشد یا یک تا رقاصه یا یک تا سراینده دارد. بعضا خواهران عزیز احوال مردکاران میگویم پروردگار مردکاران حلال خور را از نزد خودش ثروتمند کند. یعنی بعضی چیزهای در یوتیوب وقتی درباره تاجیکستان چیزی میبینی پیدا میشود. توی عروسی در مسکو، توی عروسی در پتربورگ، نمیدونم در یکی از شهرهای روسیه، که مردکاران رقاصه را پول باران میکنند، مردکاران سراینده را پول باران میکنند. امروز یک ماده نوی دیگر هم هست، با سطر در نزد رقاصه، با سطر پیرزن‌های 60 ساله و 70 ساله در نزد سراینده، کنسرت پر از حجاب، پر از زن‌های رویمال پوش. وای که احوال اینها چی میشده باشد؟ اینها چرا از الله یگان ذره ترس ندارن که میروی با یک نفری که او حرامخور است، حرامکار است، کارش در شریعت حرام است، به نزد یک عرقخور رفتی و عکس گرفتی، به نزد یک سراینده رفتی و عکس گرفتی. اینها فرق نمی کنند. عرقخور هم در گناه کبیره است، سراینده هم در گناه کبیره است. پس معنای سطر چی است؟ معنای حجاب اسلامی چی هست؟ معنای من نماز خوانستم چی هست؟ و رفته کفکوبی زدن در کنسرت چی هست؟ پول خود را صرف کردن به رقاصه و به سراینده چی هست؟ سبحان الله، چقدر شرم آور است، چقدر ننگ است. این فقط در کشور ما نیست، در کشورهای عرب هم همین گونه است. ظهور کردن رقاصه ها، زیاد شدن سراینده ها، پیامبر میگن سبب آمدن بلا بالای شما هست. چی سیل باشد، چی بارشات باشد، چی بیماری ها باشد، و باید به خود آمد. اگر اینقدر پول و اینقدر طرفدار نداشته باشند، این همه هر روز یک سراینده تولد نمی شود. ضعف ایمان ما و سبحان الله داده شدن به کیف کردن و لذت بردن از رقص و بازی اینقدر در ما زیاد است. بیخبر هستیم، عمرمون رفته ایستاده است. خیلی برایشان دلم میسوزد، خیلی برایتان دلم میسوزد. پیرزن‌هایی که از 60 گذشته اید، از 50 گذشته هستید، هیچ خجالت نکشیده پیش سراینده میرقصید، پیش رقاصه، پیرمردانی که از 60 و 70 گذشتن میرقصند. اینها فردا به اولاد چی میگفته باشند؟ به فرشتگانی که به گرفتن جان اینها می آید چی میگفته باشند؟ یعنی هیچ تا این اندازه ایمان از بین رفت، تا این اندازه حیا از بین رفت که ما داریم به یک حرامخورهای برعلا، اونه که میگوید یعنی نه من دل مردم را شاد میکنم، به حرام شاد کردن است. چه خیلی میگویم با یک عرقخور پولت را دهی و با یک سراینده دهی هیچ فرق ندارد. به حرام شریک هستی، به گناه شریک هستی و فردا به پروردگار چی میگفته باشیم و به پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگفته باشیم. خواهران عزیز، از کسی نباید شکایت کرد بجز خودمون.
اون همه بلایی که امروز بالای مردم آمده ایستاده است، از قمبغلی، از تحقیر در بین مردم روسیه، از پس شماریده شدن تاجیک ها، زنهای تاجیک فقط با تازه‌کاری مشهورند و مردهایشان با سیاهکاری در تاجیکستان چی است؟ با صرف کردن پولها به سراینده و به رقاصه. این همه یتیم داریم، این همه پیرزن داریم، این همه تقریبا معلم هایی که معاشش خیلی کم است که آنها به کمک نیاز دارد وجود دارد. این همه انسان های داریم که در اطراف ما آنها به خاطر یک برده نان شاید تا 24 ساعت به کار کردن راضی باشد. ما می رویم به دو حرام خور، به دو حرامکار رقاصه و سراینده پول میدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ در نزدیکی قیامت بالای شما این بلاها می آید و سببش هم چی هست؟ سبب آن هم زیاد شدن رقاصه ها و زیاد شدن سراینده ها می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند زمان در امت من فرا می رسد که زنا و شالک برای مردها و خمر و نوشیدن سپیرت و عرق و این چنین موسیقی را برای خود حلال می کنند. و وقتی به نزد آنها کسی می آید که به من کمک کن، میگن فردا بیا. و وقتی که آنها در این حالت هستند، پروردگار بالای آنها عذابش را نازل می کند و حتی آنها را به میمون و به خوک تبدیل می دهد. و حدیث در بخاری است. یعنی وقتی تو حرام کرده های الله را حلال می کنی و هیچ ترس نداری، بلای پروردگار بالای سر تو می آید. بلای پروردگار بالای سر تو می آید. و اینجا خواهران عزیز، این زیاد شدن چه خیلی گفتم رقاصه و این زیاد شدن سراینده ها را امروز من و شما میبینیم. این از نزدیک شدن قیامت است و از ضعیف شدن من و شما هست. از ضعیف شدن من و شما هست که ما به اطراف خود یک کلمه گفتن نمیتوانیم که پولت را برای این حرامخورها، برای این حرامکارها صرف نکن. توی عروسیت را با گناه تبدیل نده. ما توی عروسیمون را به این گونه موسیقی کردن نمیتوانیم. به رقاصه ها بعضی ها انجام دادن نمیتوانند، بعضی ها به موسیقی خوبشان نمیبرد. بعد از این میبینی جین زدگی از همه زیاد در ما هست، بیماری های روانی از همه زیاد در ما هست، فریب و همدیگر را تا چاه بردن و زیر چاه کردن در ما هست، کمبغلی و قشاقی و گرسنگی در ما هست. در ما نشده درکی شود وقت این همه حرام در بین جامعه ما هست و کسی نیست که بگوید این حرام است به آن دست نزن، این حرام است به آن دست نزن و از الله بترس. یکی چسبیده هستیم بین زن و شوهر، بین طلاق. بجز طلاق دیگر سوال نیست. یعنی خواهری که دیروز رقص میکرد با رقاصه امروز از طلاق میترسد. از طلاقت نترس، از آن رقص کرده ترس، از آن کفکوبی کرده ترس، از آن گناه بر علایت ترس که از آن خیلی زیاد، یعنی به سبب اون بلاها بالای سر می آید. خواهران عزیز، این بود درس امروزه. اینجا یک چند نشانه های دیگر قیامت هست که الله صحت و سلامت نگاه بدارد. انشاءالله درس دیگر همراهتان دوام میدهم.